باز نگوریا سلام علیکم. اینا انشالله سر میکنم بالای کریشش رو زدن شد. اینا اومدن پلاستیک هم اونجا اومد دینیس. اونا را پلاستیک دینیس رفت. اکا بابا جان سخن کردن گپ زنیم. سلام علیکم دوستان عزیز. الحمدلله اومدیم با سمالیسکی اوبلاست بعد تاجیکستان. انشالله کار رفته است کریشه را تمام کردم. فقط روز دوشنبه تنکاش میزنن. اینا برای پلاستیک تریزوش مصلحت کردیم انشالله. خلاصه کار شکاتورا را کنده است که از انشالله میبینید شو ویدیو را پارچه پارچه میمونم. دستگیری کنه دعاگو باشه. هازی ما کارتن نمیمونیم برای جمع کردن برای که مبلغ معین جمع شدگی های بگیم که برای که مردم با سوال نتین 7 میلیون من جمع کردگیم انشالله تا این سوم را از خود میکنیم. یکی بسی نمیکنه بو میگم زنان این سوم بسی نمیکنه سوم قریب تمام شویش باز کارتن میمونه ممکن تا 10-12 میلیون دای برای خیلی کلونه این نکم منصور اومد ملو امی جلسه نکم مقصد شاهدو هستن. هر یک سوم چیش چیکو صخره نشدگن. روزی که ما مسجد کلوچ سپردیم انشالله حیات کمی است تشکیل میکنیم از حساب بلاگر و ای رئیس قشلاق اما اچوت سپاریده میشه انشالله. امید که باوری دارم تا 12-13 میلیون میره و هم خاطر دعاگو باشه که همین مسجد ما بسری بلند بسپاریم در مردم مسلمان. فرق نداره کدام ملت فقط مسلمان باشیم بس. خدا نگهدار دعاگو باشه. السلام علیکم و رحمت. سلام دوستان عزیز. برای مسجد میگفته که جاش چی گپ شد. الحمدلله تاجیکستان اومدیم. این اومدیم خاطر که منصور سرجم استاد اینا در طور کریشه کار کرده ایستادن. انشالله رفتی کار خوب است. های پیگیری کنیم امروز ما با حرکت میکنیم ویدیو چک کرده میپرتویم که چه کار کرده ایستادن دوستانی ما. دعاگو باشید. Bitti özü kvartiraga bo'ldi, bitta kvartira. 4 borug'i oyna ketadi. Shu 4 stol ketib 4 stol oldi. Qaysi yaxshi bo'lsa, avval shu. خوب دوستان عزیز ما اومدیم دیدیم استای بگیم تریزوها استایی که تریزوهای پلاستیکی میزنیم شو برای که پکا گرم شوم بچه‌ها سر قطعی و بیگاه شو کار کنن با سویت کتی. ما الحمدلله уже بگیم حرکت داریم که مسئولیت تریزو را کنیم. تریزوهای پلاستیکی بچسبونیم در هر یک محکم کنیم. خلاصه گردی کریشه را زدن که مردم کار کرده بتونن انشاءالله. جای دراش میمونن. جای درو را به یگان کیلونکا پاکا محکم میکنیم برای که آینده با نیتی دراش نمیدونیم چه خیلیش میکنیم. یعنی که چوبی مسجد است. و هم خاطر انشاءالله حرکت کرده ایستادیم که هم اکونوم شوه هم کچ است و کار خوب شوه انشاءالله. خیلی بچه‌های جد دراشکا کردین و همچنین این ریگ قم کار رفته ایستاده. این شکاتورای کندگی که نشانتون دادم شکاتورای کندگی در اینجا پرتفتگی یعنی که با کماز گرفته مسلم میبرن. شما خودتون از فکر کنید که در حسابی بگیم مایده خردکا حساب کنید اگه خانه میکنید چقدر رسخود میشه. به اون خاطر این زدنی اگر در کامera کم بتوه نکی یک کسی پیش میبیه این خیلی کلون است. این خیلی کلون است. با اون خاطر کارش هم جدی است. باید ما این کارا دور فکر کنیم که یگان گپ پست بلند نزنیم. کسی که میتونه کمک کنه خود پولی خود مالی خود خدمت که میبیه کار میکنه فیزیکی فقط دعاگو باشه که همین خانه خدا را برای مسلمان ها هستن. کریشه پالنی تمام انشاءالله فقط روز دوشنبه میبیه که چیشه میزنن بولاش محکم میکنن و انشاءالله که با اینه بگیم تایوجه همش کرپیچی نو زدگی برای که کرپیچو پسیدگی بودن از سر گفتیم کرپیچه بکنه کرپیچ خریدیم دیدی داون بولو کرپیچه از سر کندن مقصد کرده ایستادن. خلاص از اینکه خانه خدای پیگیری کرده ایستادیم انشاءالله همه خوب میشه. فقط دعاگو باشه دوستان. خیلی ما هم به خاطر خدا زندگی داریم زن فرزند داریم به خاطر خدا مقصد اومده از پی همین کارو شده ایستادیم که با سری بلند در مسلمان ها بسپاریمش. پروردگار میگه که کسی در این دنیا به خانه برای مسلمان ها بنیاد کرد خانه من مقصد از این مسجد در قیامت برای وی من خانه میسازم انشاءالله. و هم خاطر من از هر طرف مسجد شما را نشان دادم که چقدر مسجد عظیم جوسه بزرگ هست. الحمدلله خیلی جای حاجت خانه راست کردیم بچه‌ها برای خودشون کاملت ساز کردین. استوهای خیلی کار برده ایستادن انشاءالله. کار در مسجد خیلی خوب رفته ایستاده است. و اون خاطر پیگیری کنیم ویدیوهای ما را حرکت میکنیم پای در پای پرتافته میگیریم.
این یه اگرژدنی کردگی لینتا کتی بگیم محکم کردگی زمین همی خیلی میاد از پیشش بگیم 80,000 یا 60,000 چند 6 سوتی دیگر خریدیم یعنی که برای پارکوفکا برای این درختو میخیزن همش اینجا بگیم بیتون میریزیم پارکوفکای ماشینایی که نماز میجن نماز جمع خونی میشوه اینجا مدرسه میشوه اینجا مسجدی مسلمان میشه زیاده از 4,000 مسلمان فقط اینجا داغستانی چچن تاجیک ازبک تاتار همه ملت هست انشالله دوستان عزیز این ما درن دور اومدیم نگاه کنید چقدر همین شکاتوری که در تنه همین دیوال است یعنی که در کرپیچ سرما زدگی این همین سفید دکور میبینی یعنی که این همین شکاتورا میدروشن با بیل تور پول نسینه در اینجا میگیرن میپرتوین در مصر میرون یعنی که پول همین شکاتوری تنه این همین مسجد این همین پسیدگی هن همین رو میگیرن الحمدلله استوهای بگیم شکاتورچی که اوجه دروشده کار کرده است این همه همین دروشدگی هر یک خانه پول نی دروشدگی انشالله با صفت عالی پول نی ندروشده این همین شکاتور دوستان انشالله کار خوب میشه فقط شما چی دعاگو باشه کار بهت خوب رفته است با توار با هر چی نه همچنین هر یا اتش اکر رحمت الله دروشیده است یعنی چیو اکر رحمت الله هر یک اتش شکاتوری سرمازدگی دروشیده پرتوسته است کلی میگه پرتوی این خیلی جای جوش هاش دیگه خیش خستگی سرکا میزنه یا بودی سیمن قدی اکم مالوشکاش میزنه این هم شکاتور میگه مالوشکا میزنه مایک میمونه بعد شکاتور خوب انشالله نه کامنتایی که وقتی استاد چی یوش هم دروشه همش اوره این جوی چنگ جوش خوک خستگی اکو خوک زدگی همونجا روز موزه یک کم ترکی اوقات یک بشک چی برای چنگ برای بعد مالوشکا زدن شو مالوشکا بچخ آبزی انشالله هر یک ایترش هم خیلی دوستان عزیز چسبونده میشه یک دوستان как там наверху нормально да Аллах вам здоровья что осталось только это железо привезет все это готово уже да я хай нишон дода будем криша тамом фақат тинкам я мезанад тамом иншаллоh я Аллах дай Аллах вам здоровья брат дай Аллах здоровья мы до кришаем یعنی که اینجا 4 ایتاژ میشه کریشه اونجا کار الحمدلله رفت کاری رفته است استو ساعت 7 کار سر کردیم رفت کاری خوب است نجوش کرپیچ یعنی سرمازدگی بود چپاش کردن ای سر کرپیچ گرفتن یعنی جای پسیدگیش هم اون اوجاش هم همچنین یعنی که استراپیل استم همه مقامل خام زده مخم کردگی پیلوس ایتای تنکای نه کیلون کمی بیا پلاتکای کیلون کای بسم الله خدا خودش دعا گوشه